ناصر خاکسار باشا از تلویزیون اومدم فیلم بردارید. آقا سلام عرض شد، ببخشید جرم شما چیه؟ تو تصادف غیر عمدی زدم، یه بنده خدای محروم کردم. میشه دقیقاً بگین چی شده؟ به خدا حق هست نبود. تازه یه ماشین نونوار خریده بودیم، داشتیم با یکی رفقا میرفتیم بیرون که اونه مبارکت باشه، ایشالله چرخش همیشه برات بچرخه، یه پارچه عروسک ماشین. قربونت برم من. ببینم حالا ماشین از لحاظ بدنی و موتوری اوکیه دیگه؟ بکی معلومه داداشم، همه چیزش نو فابریکه. ببین فقط بیمه شخص ثالثش خیلی مهمه ها. یه هفته پیش بیمهش تموم شده، بیمهش کردی دیگه. وایسی خودت که در جریانی، خالیم. حالا بعدا بیمهش میکنم. بیمه شخص ثالث کی داده کی گرفته؟ نه بابا دیوونه، بیمه شخص ثالث اجباریه، اگه بزنی به کسی بیچاره میشی، یه عمر از عذاب وجدان دیوونه میشی. ای بابا همون سیانق انرژی منفی نده، حله. چی؟ آینه منو میزنی؟ خون جلو چشمو گرفت. ای بابا حالا آروم باش، الان گیرت میارم. ای وای چرا قرمز و بپا. یه خانواده رو بی مادر کردم، دارم از عذاب وجدان میمیرم. مرسی، خیلی ممنون، لطف کردید. خدا نگهدار. بریم کجا میری؟ من قاتل نیستم. پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا.